الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى إن حلقين ودهفتوم از آموزش كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله است که معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. در حلقه پیش گذشته به شما دلیل ها را از قرآن ذکر نمودیم که همه اش دلالت میکرد که اعراض و تولی، روی گردانیدن و ترک کردن شریعت این کفر است. و حالا در این حلقه دلیل ها را از سنت بیان میکنیم که این چنین سنت بیان میکند که اعراض و تولی کفر است و صاحبش را کافر میکند. و بعد از این اقوال اهل علما و امامان اهل سنت و الجماعت را به شما ذکر خواهیم کرد. امام بخاری روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند در حق سه کسی که به مسجد داخل شدند در حالتی که رسول الله صحبت میکردند و از همین سه نفر یک نفرش روی گردانید و رفت و از مسجد بیرون شد، به نزد رسول الله نآمد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حق همون گفتند و الثالث اعرض فاعرض الله عنه. اما سومین کسی که اعراض کرد، روی گردانید، ترک کرد و برآمد و رفت، الله از اون روی گردانید. یعنی رسول الله در مسجد نشسته بودند و مردم امر دین را، احکام دین را می آموختند. سه نفر انسان ها داخل شدند. از همین سه نفر یکی اش، سومینش روی گردانید و رفت، ننشست، از مسجد بیرون شد که رسول الله گفتند که روی گردانید، از ما، از شریعت، از دین، از نشستن، به همین خاطر الله از این انسان روی گردانید. بارک الله فیکم. این روایت امام بخاری بود. و این چنین دلیل دوم قصه ابو طالب، اما که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که مشرکین به ابو طالب می گفتند اترغب عن ملتی عبد المطلب، ای ابو طالب آیا از ملت یعنی از دینی عبد المطلب پدرت می گردی؟ هو على ملت عبد المطلب فابى التوحید و اعرض عنه. ابو طالب در ملت و دینی پدرش عبدالمطلب بود، در دین شرکی بود. وقتی که رسول الله ابو طالب را به توحید دعوت کردند، در پهلوی ابو طالب ابو جهل و یک نفری از مشرکین نشسته ابو طالب را دعوت میکردند که در دینش بایستد و میگفتند که آیا از دینت میگردی؟ پس ابو طالب از دعوت رسول الله سرکشی کرد و روی گردانید و اعراض کرد. بارک الله فیکم. پس این چنین امام بخاری روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند، از ابو هریره و غیرشون روایت شده است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند والذی نفس محمد بیده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قسم به ذاتی که جان من در دست اوست، یگان نفر از این امت یهودی و نصرانی مرا نمیشنود
مگرم این که یعنی در اینجا میگند هر نفری از یهودی و نصرانی که مرا شنید بعد از این ایمان نه آورد و وفات کرد و به آن چیزی که من آورده ام قرآن ایمان نه آورد مگرم اینکه از صاحب آتش جهنم می شود. یعنی هر یهودی و نصرانی که رسول الله را فهمید که آمده اند و بعد از این ایمان آورد جایش آتش جهنم است. از سبب چی؟ از سبب اعراض، روی گردانیدن، قبول نکردن. بارک الله فیکم. پس برادران و خواهران موحدم، این آیات هایی که در حلقه گذشته بیان کردیم و این دلالت های سنت همه اش به من شما میفهماند که اعراض و تولی این کفر است و صاحبش را کافر میکند. و این چنین سخنهای اهل علم در مسئله کفر اعراض به نهایت زیاد است. امام مروزی میگوید التولی ترک الفرائض. تولی چیست؟ کفر تولی میگد این ترک کردن فرائض است. انسان وقتی که فرض ها رو ترک میکند همین کفر تولی است. ابن کثیر در زیر قوله سبحانه و تعالی میگن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. اگر روی گردانند، اگر تولوا بکنند، البته الله کافرین را دوست ندارد. ابن کثیر میگن که فدل على ان مخالفته فی الطریقه کفر. این دلالت میکند که مخالفت کردن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در همین راهش و منهجش این کفر است. و این ادعا و زعم فی نفسه انه محب الله و يتقرب الیه حتی یتابع الرسول. حتی اگر انسان دعوا کند، ادعا بکند که من الله را دوست می‌دارم و به الله نزدیکی بکند، به پیامبر، به واسطه پیامبر، به واسطه پیامبر و پیروی کردن به پیامبر، اما روی گرداند، این کافر است. و این چنین ابن کثیر میگن که کذب بقلبه و تولی بفعله. هر کسی که به دلش دروغ بگوید، دروغ شمارد و به عملش روی گرداند. بارک الله فیکم. این البته کفر است. ابن تیمیه رحمه الله در کتاب ایمان ذکر میکنند و میگویند فعلم ان التولی ليس هو التكذيب بل هو التولي عن الطاعة فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبره ويطيعوه فيما أمر وضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولي. پس بدانید که تولی این یعنی روی گردانیدن از شریعت، دروغ شماریدن شریعت نیست، بلکه تولی این ترک کردن طاعت است. در همین مسئله هم امروز مرجعه ها به نهایت خطا میکنند و به بدعت داخل میشوند و بسیار مسائل را آمیخته به همدیگر میکنند و به فساد مردم را میبرند. تولی و تکذیب را به همدیگر آمیخته میکنند. در نزد مرجع کفر اعراض و تولی وجود ندارد. در نزد مرجع همه کفر باید پیوست با تکذیب آید، دروغ شماریدن شریعت آید. یک انسان باید اعراض کند، تولی کند، اما شریعت را دروغ نشمارد، در نزد مرجعه این انسان کافر نیست. اما ببینید که شیخ الاسلام چی میگن؟ میگن که تولی، روی گردانیدن از شریعت، این تکذیب کردن شریعت نیست، بلکه یعنی دروغ شمردن شریعت نیست، بلکه تولی این ترک طاعت است. برای هر یک مردم واجب است که رسول الله را تصدیق کنند در آن چیزی که خبر آورده است. یک مسئله دوم و اطاعت بکنند به همه امرهایی که رسول الله کرده است. پس مسئله تصدیق کردن و مسئله اطاعت کردن این دو چیز است. ضد تصدیق تکذیب است و ضد طاعت تولی است. این دو نمود کفر، کفر دروغ شمردن، کفر روی گردانیدن. بارک الله فیکم.
پس خیلی که علما میگویند بسیاری انسان‌هایی هستند که میگویند من شریعت رو دروغ هم نمیشمارم، شریعت رو دروغ نمیگویم، بعد از این من به شریعت عمل هم نمیکنم. خیلی که امروز میبینید بسیار انسان ها شریعت رو دروغ نمیگویند اما عمل هم نمیکنند. پس این انسان ها اعراض کردند. شریعت رو راست گفتن و عمل نکردن این کفر تولی و اعراض است. شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب صارم المسلول میگند فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن. الله سبحانه و تعالی خودش بیان کرد و به من و شما آشکار و واضح ذکر نمود که هر کسی که روی گرداند از طاعت، یعنی طاعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رو ترک کند و از رسول الله اعراض کند و روی گرداند، پس حکم این انسان این است که این از منافقین است. البته نفاق هم نفاق اکبر است و اصغر است و این از جمله مؤمنین نیست. چرا که مؤمن همان کسی هست که میگوید شنیدیم و اطاعت کردیم. مؤمن کیست؟ مؤمن کسی است که هر چیزی که از شریعت شنید میگد شنیدیم و اطاعت کردیم. حدیث صحیح را شنید میگد شنیدیم و اطاعت کردیم. آیت را فهمید و شنید، حجت قائم شد، در یک مسئله که نمیفهمید فهمید، گفت شنیدیم و اطاعت کردیم. اما منافق کسی است که میگه شنیدیم و اطاعت نکردیم، سمعنا و عصینا. سبحان الله. در کتاب تسعینیه باز شیخ الاسلام میگن والکفر اعم من التکذیب. کفر، کلمه کفر عامتر از کلمه تکذیب است. تکذیب دروغ شماریدن شریعت. این جمله شیخ الاسلام هم رد به مرجئه و مدخلی ها است، چرا که در نزد این مرجئه و فرقه باطل یگان کفر نیست مگر اینکه در وی تکذیب هست. به تکذیب در نزد مرجئه کفر نیست، یعنی هر یک کفر باید در پهلویش دروغ شماریدن شریعت باشد. هر کسی که عملهای کفری رو انجام داد، سخنهای کفری رو انجام داد اما در نزدش تکذیب نبود، شریعت رو دروغ نگفت و کفر رو انجام داد، این مسلمان است میگد که اما این غلط است. ببینید شیخ الاسلام چی میگه؟ کفر میگه عام از دروغ شماریدن است. کلمه کفر عام هست، به نهایت معناش زیاد است از مسئله یا از کلمه تکذیب دیده، از کلمه دروغ شماریدن دیده. یعنی دروغ شماریدن شریعت هم این هم یکی از کفرهای است در درون کفر. کفر باز دیگر چیزهای زیاد هم با هست. پس هر کسی که رسول را تکذیب کرد، دروغ شمارید، این کفر است. اما همه انسان هایی که کافر شد این مکذب نیست، دروغ شمارنده نیست. چرا که بعضی از انسان ها هست که رسول الله را تصدیق می کند، رسول الله را اقرار می کند، رسول الله را دروغ نمی شمارد، اما با وجود این همه به سبب بغض و بدبینیش، به سبب دشمنیش این کافر است، یا به سبب اعراضش که نه رسول الله را تصدیق کرده است و نه تکذیب و دروغ شمارده است، کافر است اما مکذب نیست. بارک الله فیکم. پس اینچنین شیخ الاسلام میگن حقیقت اعراض این جهل بسیط و کفری بسیط است که معناش این اعراض است. اعراض کردن از اقرار الله و از شناخت الله و از حب الله و از ذکر و عبادت و دعای الله است. اعراض حقیقتش چیست؟ یعنی از قبول کردن الله، از شناختن الله، از دوستداری الله، از ذکر الله، از عبادت الله، از دعای الله انسان دست کشد. این اعراض است. خیلی که در کتاب
درء التعارض بین العقل و النقل، مجله هفتم و در کتاب صفدیه در مجله اول ذکر شده است. درء التعارض مجله هفتم 285 صفحه. و این چنین شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب ایمان میگن که التولی فی الطاعة و التکذیب فی الاخبار، تولی این در طاعت است، یعنی ترک طاعت این تولی هست، اما دروغ شمردن این در مسئله اخبار است. فرق تولی و تکذیب. و این چنین میگویند فنفی الایمان عمن تولى عن العمل و این کان قد اتى بالقبول. فنفه یعنی ایمان نابود کرده شده است، به ایمان است هر کسی که از عمل کردن روی گردانیده باشد، عمل را ترک کرده باشد، اگرچه شریعت را قبول بکند. یعنی یک انسان شریعت را قبول بکند اما بعد از این عمل نکند، روی گرداند از عمل کردن، این ایمانش نیست. در جای دیگر میگن که و اصل ضلال هؤلاء الاعراض اما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة وابتغاء الهدي في خلاف ذلك فمن كان هذا اصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه. و اصلی گمراهی آنها این اعراض است، روی گردانیدن از آن چیزهایی که رسول الله آورده اند از کتاب و حکمت. پس هر کسی که اصلش در همین مسئله قبول کردن و نکردن اعراض باشد، قبول نکردن باشد، این کافر است و شک در این مسئله نیست. این سخن شیخ الاسلام تیمیه در کتاب مجموعة الفتاوی مجله دوم صفحه 497 ذکر شده است. بارک الله فیکم. ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین میگویند و اما کفر الاعراض فإن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدق ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغى إلى ما جاء به البته. اما کفر اعراض این کفر است که میگن انسان اعراض بکند، از شریعت روی گرداند، به گوشش و به قلبش از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه تصدیق کند، نه دروغ شمارد، نه دوست دارد، نه دشمنی کند، نه اهمیت بدهد به آن چیزی که آوردن، این اعراض است. بارک الله فیکم. امام ابن القیم الجوزی در کتاب طریق الهجرتین میگویند عذاب به دو سبب مستحق می شود برای انسان. انسان به سبب دو چیز به عذاب گرفتار می شود و مستحق عذاب کشیدن می شود. یکمینش روی گردانیدن از حجت، از دلیل واضح و روشن، و نخواستن حجت، قبول نکردن حجت، عمل نکردن به حجت و به طلبات حجت. امروز چقدر انسان‌های از اهل بدعت هستند که به آنها در تمام مسائل آیات‌های آشکار الله را از قرآن و از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حدیث‌های صحیح را میفهمونید که انا نمین مسئله با دلیل قرآن و سنت انا نمین است حکمش، اما قبول نمیکند، اعراض میکند، روی میگرداند، حجت را قبول نمیکند، به حجت صحیح نص قاطع عمل نمیکند، که به همین سبب به عذاب سخت گرفتار خواهد شد. دومین سبب عناد، دشمنی کردن به حجت، دشمنی کردن به دلیلی که شما رسانیده اید. شما یک دلیل رو میرسونید در یک مسئله از قرآن و سنت، اما فرقه ضلال، بدعت، انسان‌های بدعتکار به این دلیل شما دشمنی میکنند و ترک میکنند این دلیل شما را، که البته به این دو سبب به عذاب سخت گرفتار میشود. اما یکمیش، سبب اول روی گرداندن از حجت، این کفر اعراض است، یعنی روی گرداندن است، و دوم که یعنی دشمنی کردن به دلیل، این کفر عناد است. این دو نمود کفر است. قبول نکردن حجت، دلیل رو میاری قبول نمیکرد، کفر اعراض است. دشمنی کردن به حجت، این کفر عناد است.
بارک الله فیکم. پس برادران و خواهران موحدم، در این مسئله سخنهای علمای اسلام به نهایت زیاد است. چه حالی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله هم گفتند دهمیش کننده اسلام این اعراض است، روی گرداندن از دین. به نهایت خوب بیان کردند، گفتند لا یتعلمه ولا یعمل به. اعراض چیست؟ اعراض کردن از دین این چگونه است؟ گفتند هر کسی که دین را تعلیم نگیرد، نه آموزد، اهمیت ندهد و عمل نکند. هر کسی که تعلیم نگیرد و عمل نکند، یعنی به دین خودش به اهمیت باشد، این انسان اعراض کرده است. و دلیل رو هم ذکر کردن و من اظلم، و کیست گمراهتر از کسی که آیاتهای الله ذکر شده، آیاتهای ربش ذکر شده رو اعراض میکند. و الله میگه که البته ما از مجرمان منتقم میکنیم، انتقام گیرنده هستیم. بارک الله فیکم. پس هر یک من و شما باید پایبند به انقیاد باشیم، پایبند عمل باشیم، اعراض نکنیم، یعنی عمل رو ترک نکنیم، روی نگردانیم، یعنی بی اهمیت به دینمون نباشیم. امروز چقدر انسان هایی هستند که خود را مسلمان میگند، هفته ها، ماه ها، سال ها میگذرد، اما در این مدت یک مسئله را هم از دین خود نمی آموزند. نه سوال میکنند، نه گوش میکنند، نه طاقت گوش کردن دارند، نه خودشان میدانند، جاهلند، نمی آموزند بالکل، و باز عمل هم ندارند. چرا که علم که ندارند، از شریعت بیخبرند، چگونه عمل میکنند؟ عمل هم ندارند. پس از گفت این علما و از فهم قرآن و سنت میبرد که اینها اعراض کردند. سبحان الله، در حقیقت این کفر است و این چنین انسان کفر میشود. باید انسان توبه بکند و به دینش بازگردد و کوشش بکند. کسی که خود را مسلمان میگه باید هر روز کوشش بکند برای شناخت دینش، اصول دینش، ریشه دینش، اساس دینش، شناخت الله، شناخت رسول الله و شناخت دین. بارک الله فیکم. چرا که مقصد آمدن من شما به این دنیا همین است، نه چیزی دیگر. اما مردم عوض کردند، حیات دنیا را خریدند و حیات آخرت را به حیات دنیا فروختند و عوض کردند. پس از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که هر یکی من شما را ثابت قدم نگه دارد و از جمله موحدین گرداند و بجا آوردن اصول دین، رکنهای لا اله الا الله، شرطهای لا اله الا الله را نصیب بکند و این درس های ما را همه اش را به خاطر الله کردن را نصیب بکند و از ما قبول بگرداند و در بین برادران و خواهران پهن شدن و فایده بخشیدن را الله سبحانه و تعالی خودش، تنها خودش نصیب